بعضی آدم‌ها هیچ وقت ورشکست نمیشن، اما هیچ وقت هم ثروتمند نمیشن. نه به خاطر اینکه تلاش نمیکنن، به خاطر اینکه مغزشون زندانی سندروم فرد محتاط شده. ترس از باخت اونها رو از هر برد بزرگی عقب نگه میداره. امروز میخوام برات بگم چرا این ترس خطرناکترین دشمنیه که حتی بهش فکر هم نمی کنی. اگر این حرفها برات آشناست، یعنی وقتش ذهنت رو آپدیت کنی. اینجا جاییه که هر هفته قفل‌های ذهنی یکی یکی باز میشن. تو فکر میکنی احتیاط یعنی امنیت، اما در دنیای امروز احتیاط بیش از حد خودش یک ریسک مرگباره، یک الگوی ذهنی که باعث میشه فرصتها رو عقب بندازی. مغزت میگه بذار بعدن شاید ضرر کنم و همین بعدن گفتنها میشه قاتل آیندت. اگر تازه اینجا هستی، بدون که این ویدیوها برای شکستن همین زندانهای ذهنی ساخته شدن. سندروم فرد محتاط یعنی ترکیب ترس از ضرر با فاجعه سازی ذهنی و خودحفاظتی افراطی. تفکر ثابتشون اینه: من نمیخوام چیزی رو از دست بدم، اما نتیجه هر روز زندگی کوچیکتر میشه. نه ریسک، نه تجربه جدید. حفظ شرایط موجود. شرایط الموجود همیشه ارزشش رو از دست میده. یعنی کسی که فقط حفظ میکنه در واقع هر روز عقب میره. میدونی چرا؟ چون ذهن انسان از باخت متنفر. درد باختن تقریباً 2 برابر بیشتر از لذت بردنه. برای همین مغز میگه نرو جلو، خطر داره. این طراحی برای دوران بقا بود، نه دوران رشد. امروز بیشتر ریسک ها فکری هستن، نه مرگبار. ولی مغز هنوز فکر میکنه هزاران سال پیشه. نتیجه تو برای اشتباهاتی میترسی که ارزش این همه ترس رو ندارن. تو فکر میکنی با احتیاط ریسک رو کم میکنی، اما داری وارد خطر بزرگتری میشی. ریسک سیستمیک حفظ وضع موجود. دنیا حرکت میکنه، قیمتها، تکنولوژی، رقبا. تو چی؟ ثابت. این یعنی فاصلت با رشد هر روز بیشتر میشه. حتی اگه امروز خوب باشی، 5 سال دیگه میتونه تبدیل بشه به چیزی که دوست نداری، فقط چون هیچ حرکتی نکردی. 3 نشانه هست. بدون اینکه متوجه بشی دارن جلوی رشدت رو میگیرن. اول، تصمیمات همیشه به بذار بعدن ختم میشه. 2، فرصت جدید رو اول با ضررش میسنجی، نه منفعتش. 3، موفقیت دیگران رو به شانس ربط میدی. اینها دفاعهای ذهنی هستن. مغز نمیخواد قبول کنه که اونها ریسک کردن و موفق شدن. عجیبه، کسی که میترسه پول از دست بده معمولاً بیشتر پول از دست میده. نه واضح و مستقیم، بلکه آروم و بی صدا، با فرصتهای از دست رفته، با تأخیر در اقدام، با رشد نکردن. این آدما فکر میکنن احتیاط کردن مساوی امنیت داشتنه، اما حقیقت اینه احتیاط بیش از حد مساوی فقیرتر شدن آرام و تدریجیه. دوست خوب من، راه خروج شعار نیست، تکنیکه. 3 روش واقعی برای ریسک پذیری منطقی. اول، ریسک کوچک، تجربه بزرگ. مثل شنا کردن، اول پاهات رو توی آب بذار. 2، اندازه‌گیری نه احساس، روی کاغذ بنویس. خطر واقعی چیه؟ فایدهش چیه؟
3. بدترین حالت واقعی. 9 بار از 10 بار بدترین حالت فقط یک تجربه یا تأخیره، نه فاجعه. سندروم فرد محتاط دشمن رشد شخصیه. تو رو در حالت بقا نگه می‌داره، نه پیشرفت. هرچی دیرتر ازش خارج بشی گرهش محکم‌تر میشه. اگه امروز درگیر ترس از شکست هستی، این یک نشونه. وقتش ذهنتو آپدیت کنی، چون در دنیایی که همه چیز سریع داره تغییر میکنه، ثابت ماندن مساوی سقوط آرامه. یادت باشه تو دیگه توی بازی بانک نیستی، توی بازی ذهن خودتی. پس همراه هم بمون، چون قدم‌های بعدی همینجا منتظرته.